کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در حدود دهه نوآباد جماعت افتخار نویه جومی در پی بارشات اخیر روزهای گذشته یک قسمت بزرگ زمین فرو رفته 15 خانه و حدود 100 هکتار زمین کشت را به کام خود کشیده است. بر اثر این آفت طبیعی تلفات جانی در بین ساکنان یا مرگ و میر چوروای خرد و کلان ثبت نشده است، ولی بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده با مقصد راه ندادن به حادثه‌های ناخوش و مرگ آدمان در مورد انتقال 167 خواجگی به مکان‌های امن قرار قبول شد. در عین زمان دورتر از محله حادثه یک شهرک خیمه نشینان ساخته شده، ضرردیدگان با 3 وقت غذا و آب نوشاکی تامین کرده شدند. برای رفع عاقبت‌های طبیعی تحت رهبری معاون سروزیر دولتشاه گل محمدزاده ستاد جمهوریوی تشکیل شد. این ستاد روز 8 می با اشتراک رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده جنرال رستم نظرزاده، مدیر اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، معاون رئیس کمیته زمین، نمایندگان سرایست گیولوژیا، پژوهشگاه زیرزمینی اکادمی ملی علم‌ها و پژوهشگاه لوحه‌کشی فضا در ناحیه جومی تشکیل جلسه کرده است. در این جلسه قرار قبول کردند که برای بنیاد یک شهرک برای ساکنان آسیب دیده در منطقه بی‌خطر زمین جدا کرده شود.